فردا پنجشنبه سوم خرداد ساعت 17 ماه کامل بسیار قدرتمند و پر انرژی داریم در نشان آتشین کماندار. انرژی ماه کامل بسیار خوشیمن و پر برکت هست. خورشید تأثیرش رو روی چشم سوم ماه زیاد خواهد کرد. زاویه عالی پلوتو انرژی این ماه کامل رو چندین برابر خواهد کرد. پلوتو بهت انرژی زندگی میده، قدرت میده و بهت میگه شروع کن. در کنار این ماه کامل یک پیوند عاشقانه و سرد هم در نشان تارس خواهیم داشت. دو سیاره خوشیمن ژوپیتر و ونوس کنار هم هستند. پس روز سرد و مبارکی خواهد بود به یاری خداوند و برای تک تک شما سرشار از عشق و نور الهی خواهد بود. سکوت کن، بیشتر سعی کن به آسمون نگاه بکنی و شکرگزار باش. همونطور که میدونید تارس نشان مادر زمین هست، پس هر خدمتی که از دستت برمیاد سعی کن به زمین بکنی و انرژی زیباش رو قطعا دریافت میکنی. برای کلیه قراردادها، امضاها، شروعها، ملاقات با دوستان بسیار روز خوبی هست. برای کارهای بانکی و خرید، حتی عقد و سفر و هر چیزی که خودتون میدونید بسیار پر انرژی. تولدها قطعا عالیه و روز خیلی خوبی خواهد بود، مخصوصا برای کسانی که روابط عاطفیشون به مشکل خورده بود. به خاطر هستم. مرسی که تا اینجا همراه من بودید. در پناه نور و عشق الهی باشید.